نمیدونیم از دیدن این کلیپ باید خوشحال باشیم یا ناراحت. یکم حس عجیبیه. تا آخر ببینیم. یعنی اگر روزگاری اراده بکنیم چاهای نفت و گازمون رو دنیا ببندیم، این معادن کشورمون رو میتونن از لحاظ مالی مدیریت کنن. مثل خاموش کن، سرب روشن کن. مرسی. آره اینا مردانه سرب روی خاموشش کن. طلا رو روشن کن ببینیم چه خبره. طلای ترقبه، ارغش نشابور، زن تکار. باریت رو روشن کن. مهمترین ذخایر طلای ایران. باریت خاموشش کن. آهن روشن کن. روشن بمونه. فسفات رو روشن کن. جایی که آهن و فسفات با هم داریم معمولاً عناصر کمیاب و اورانیوم هم داریم. همه رو مهراب روشن کن. همه ایشونو. این که میگن خاک زرخیز ایران یک شعار الکی نیست. من همه معادن ایران رو به شما نشون ندادم. من به شما زغال سنگ آب در من، زغال سنگ طبس، زغال سنگ شمشک البرز رو نشون ندادم. من به شما